جنس آوردم براتون. با 22,000 تومان میخوایم گوشیمون رو تبدیل به قلم نوری بکنیم. برو بری. سلام به شما دوستای گلم، چطورین؟ خوبین؟ امروز میخوایم یکم خلاقیت به خرج بدیم. از اونجایی که اکثر کارهایی که میکنیم با گوشیه، گاهی اوقات نمیشه با تاچ کردن گوشی بیایم که یه ادیت بزنیم. لازمه که حالا یا قلم نوری داشته باشیم و از اینجور داستان ها. اومدم به قیمت ها نگاه کردم، فضایی، یعنی اصلا نگم براتون. به همین خاطر از شر قیمت‌های داخلی پناه بردم به آموزش‌های خارجی که ببینم که چی میتونم پیدا بکنم برای اینکه با هزینه خیلی کم بتونیم گوشیمون رو تبدیل به قلم نوری کنیم. یه جنس خیلی خوب پیدا کردم برای اینکه این کار رو انجام بدیم با هم دیگه. فویله بچه‌ها، این فویله. یه فویل می‌خرین، البته همین توی آموزش خارجی میگفت نمیدونم چند سنت بود، اینجا 15,000 تومان همین پول همینو دادم. 15,000 تومان داداش واقعا. علاوه بر فویل ما به گوش پاک کن هم نیاز داریم که اینو هم فکر کنم 7,000 تومان خریدم و یه لیوان آب. خب یک گوش پاک کن برمی‌داریم و یک مقدار از این فویل رو در میاریم. این فویل رو باید دور این گوش پاک کن بپیچیم. جوری هم باید باشه که این پنبه گوش پاک کن باید در تماس با این فویل باشه و همینطور توی این ویدیو گفت که این آبی که میارین حتما باید سرد باشه. حالا چرا سرد چرا گرم نه نمیدونم، مثلا من شیمیستم، الان شیمی خوندم. خب شبیه قلم شد دیگه، اوکیه. پیکسارت رو باز میکنیم، این صفحه‌ای که خالیه و قسمت براش هامون. خب حالا کاری که باید بکنیم اینه که این قلممون رو با آب شارژ بکنیم، چون اینجوری ببینین الان هیچی نمیکشه. میبینین هیچی نمیکشه. باید یک مقدار، میگه یه قطره ها، همینجور شری نریزین، یه قطره خیلی کوچیک روی این قسمتش بزنین. امیدواریم گوشی به نره. خب پشمام ننوشت، نوشت یس. آیا از قیمت‌های بالای قلم‌های نوری رنج میبرید؟ دیگر رنج نبرید با محصول توپ 69. این محصول حساس به فشار 360 درجه رو ساپورت میکنه و با توپ شارژ میشه. خب اگه دوست دارین که از این جور ترفندا بیشتر بهتون یاد بدم، حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. حتما اون لایک لامصب رو بکوب که من انرژی بگیرم و در ضمن توی قسمت استوریتون با این قلم جادویی که امروز بهتون یاد دادم بیاین به این قسمت استوری متنتون رو بنویسین. حالا هر چیزی که دوست دارین حتما من رو تگ بکنین که من بدونم که شما تونستین این کار رو انجام بدین. حالا خارج از این بحث ببینید چقدر کارهای فوق‌العاده‌ای میتونیم توی قسمت استوری اینستاگرام با این قلم جادوییمون انجام بدیم. موفق باشین دوستان.